مثلا حالا نگاه کنید، وقتی شما انسان وقتی از خودش آگاه هست، خود آگاهی یعنی هر انسان این فطریستی از خودش آگاه هست. خب در اینجا عالم کیست؟ خودش. معلومش کیست؟ آن چی که به آن آگاه شده است اونم خودش است. علمش هم که در نزد خودش است. پس در اینجا عالم و معلوم متحدند، یک چیزند. متوجه هستید؟ هیچ واسطه بین عالم و معلوم قرار ندارد. یا مثال دیگر، علم انسان به حالتهای نفسانیش، مثلا شما بعضا انسان یک حالتی ترس او را فرا میگیرد یا حالتی شادی او را فرا میگیرد. وقتی انسان میترسد یا شاد میشود، این حالت، یعنی ما از حالات نفسانی خود که آگاهیم. وقتی که میترسیم یعنی ما آگاهیم که داریم میترسیم، یا وقتی که شاد میشویم آگاه هستیم که شادیم. خب این حالتی ترس جایش کجاست؟ نه اینکه از حالات خودی ماست. در اینجا این آگاهی های ما، علمی ما به حالاتمان، درست؟ یعنی حالات ما در اینجا معلوم است، آنچه که باید شناخته شود در اینجا با ما متحد است، چون از حالات خودی ماست. توجه هستید؟ در اینجاها میگویند اینجا علم حضوری است. به عبارت دیگر معلوم با وجودش، با تمام وجودش در نزد عالم حضور دارد. بین عالم و معلوم هیچ واسطه نیست. این رو اسمش رو گفتن علمی حضوری. مثالش هم گفتیم خود آگاهی انسان به خودش آگاه است، این یک نوع علم حضوری. یا عرضم حضورتان علمی ما به حالات نفسانی امان، مثل حالتی ترس و شادمانی و هر حالتی تعجب و خب این حالات چون از آثار خودی ماست، ما با آن آگاهیم. خب آنها جایگاهشون کجاست؟ حالا مثلا یک در بیرون حالتی هست به نام آگاهی و به نام ترس، مثلا من اون رو دیدم یا شنفتم بعد اون آگاه شدم. نه، خودی معلوم در نزد ما حضور دارد. این رو میگن علمی حضوری. این یک قسم علم. یک قسم دیگر را اسمش رو گذاشتن علمی حصولی. این علم حصولی کجاست؟ توجه بفرمایید. تمامی چیزهایی که ما توسط حواسمون، حاسه هایمان درک میکنیم، میبینیم، میشنویم، میبوییم، میچشیم یا میلمسیم، تمام اینها آگاهی های ما از این نوع آگاهی ها که توسط حس وارد ذهن انسان می شود، اینا آگاهی حصولی اند. آگاهی حصولی یعنی چی؟ یعنی بین عالم و معلوم واسطه هست. این واسطه هست که از طریق اون ما به معلوم آشنا می شویم. مثلا شما وقتی چشمتون رو گشاده دیدید در برابرتون یک درخت قرار دارد. در اینجا عالم کیست؟ شما هستید. معلوم کیست؟ درخت است، درختی که در بیرون هست. خب شما آگاه، یعنی علم، عنصر سوم علم. شما وقتی چشمتون رو باز کردید و درخت را دیدید، آگاه شدید که در بیرون یک موجودی به نام درخت هست. آیا در اینجا این معلوم یعنی وجودی درخت در پیش شما حضور دارد؟ یعنی نه، اون که مکانش بیرون است. از کجا با اون آگاه شدید شما؟ از طریق صورتی که این حاسه بینایی شما صورتگیری کرده از وحی. متوجه هستید؟ خودی درختی خارجی پیش شما حضور ندارد. یعنی مثلا گفتیم در علم حضوری بین معلوم و عالم هیچ واسطه نیست، خودی معلوم در نزد عالم حضور دارد. اما در اینجا آیا معلوم در علم حصولی، آیا معلوم خودش حضور دارد در نزد انسان؟ نه، اون که در خارج است،
در بیرون است. چه خیلی آگاه شدید؟ آها، این چشم شما از اون عکس برداری کرد. در واقع انسان وقتی میبیند آنچه در نزد انسان حضور دارد اون عکس است، صورت است که این صورت واقع نماست. جاسید این رو میگن علم حصولی. مثال‌هایش زیاد است. یکیش همین مثال علم حصولی همین با خواسته هایمان وقتی دیدیم و از اونها مفهوم، یعنی مفهوم آنها به ذهن ما می آید. من یک نکته رو در مورد مفهوم گویم، چون سوال شده بود که مفهوم چیست. بعضا به کار میگیریم اما از تعریف دقیقی مفهوم شاید خیلی ها آگاه نیستن. نگاه کنید، وقتی انسان به چیزی آگاه می شود، چیزی را می بیند، یک مفهوم از آن موجودی بیرونه در ذهن انسان نقش می بندد. همین که دیدید شما احمد را، خب از احمد شما الان شناخت دارید، آگاهید. آنچه که در پیش شماست اون مفهوم است. اما آنچه احمدی بیرون این مصداق احمد است. اینو اسمشو میگن مصداق. آنچه در نزد انسان است مفهوم. به همین خاطر الفاظی که ما به کار میگیریم برای اشیای بیرونه، اینها به واسطه برای این مفاهیم گذاشته می شود. بعد این دیگه مفهوم چون حکایت کننده خارجی است، بعد این لفظ ما دیگه خیلی هم ناخودآگاه هست، اینا خوب اتوماتیک انجام میگیرد. اینها ما فکر میکنیم این لفظی ما یعنی به واسطه حکایتگری خارجی است. نه، و لفظی ما وضع شده برای مفهوم. اون مفهوم حاکی از مثلا چی وجودی خارجی است. متوجه هستید؟ تکرار میکنم، در علم حضوری علم دو قسم است. آگاهی ما از اشیا و دو صورت انجام میگیرد و گونه سومش هم نیست، صورت سومش نیست. دو قسم است، یا حضوری یا حصولی. حضوری آنجاست که خودی معلوم در نزد شما حضور دارد با تمام وجودش، مثل علم انسان به خودش. در اینجا عالم و معلوم متحدند با هم. یا مثل علم انسان به حالات نفسانیش، این حالات در خودی نزد انسان حضور دارد، از انسان بیگانه نیست، یعنی بیرون نیست. یعنی آثار و حالات خودی ماست دیگه. روحی ما آثاری دارد، بعضن شاد می شود، بعضن غمگین می شود، بعضن می ترسد. این همه حالات که آگاه می شویم به آنها، خودی آنها حضور دارند. اما نه، بعضی از علمهای ما بین ما و معلوم واسطه هست. معلوم خودش در نزد ما حضور ندارد. وقتی درخت را دیدیم، خب درخت که در بیرون است. وقتی به اون آگاه شدیم خودش در پیش ما آمد، حضور پیدا کرد، یعنی نه، اون جای خودش هست. اما این وسیله بینایی ما از آن عکس برداری کرد و این عکس است که ما به واسطه با اون آگاهی و این چون عکس حکایت از خارج میکنه. توجه هستید؟ یکی دیگر از بعضی از حتی فلاسفه غربی بین همین این تقسیمات در نزد آنها نیست. یعنی اخیراً بعضی هاشون گفتند. ببینید، یکی از مثالهای علم حصولی این است که کی خلط اینجاست. خیلی ها ببینید، وقتی شما به یک حالتی شما رو فرا گرفت، حالتی به نام ترس، هنگامی ترسیدنی شما به اون آگاه هستید. این آگاهی شما حضوری است گفتم، یعنی چون حضور دارد اون ترس. اما وقتی که ترس رفت، از این حالتی درونیتان ذهن شما عکس برداری میکند. مفهومی به نام ترس در ذهن شما نقش میبندد. این دیگر این حضوری نیست، این حصولی است. هرچی مفهومش در ذهن شما نقش بست میشود حصولی. لذا اگر یک روانشناس بیاد در رابطه با حالات انسان بحث کند، این از علم حضوری بحث نکرده است، از علم حصولی بحث کرده است، از مفاهیمی که در ذهنش هست. یک حالتی بر اون آمده بود هنگامی ترسیدن. آره، حالتی شما
با ترستان آگاه هستید و این آگاهی شما حضوری است. اما وقتی این حالت از شما برطرف شد، رفت، ذهن شما از اون عکس برداری کرد، مفهومی ترس در ذهن شما شکل گرفت، آنگاه شما روی اون کار میکنید. آقا این مثلا ترس آن است که فلان، ترس حالتی است که انسان را در مثلا هنگامی بعضا حالات ناجور فرا میگیرد. این همه اینا علمای حضوری است. باز تکرار میکنم، هرگاه بین عالم و معلوم واسطه قرار گرفت که هم مفهوم است، این میشد علم حصولی. و هرگاه بین عالم و معلوم هیچ واسطه ای نبود، میشود علم حضوری. از اینجا ما حالا باید بحث کنیم که چرا امثال گرگیاس، اون سوفسطائیان آمدند خطای حواس را بهانه قرار داد و گفتن انسان اصلا نمیتواند بشناسه. علت جواب اونها این است. وقتی ببینید، توجه بفرمایید دوستان، وقتی علم از نوع علم حصولی است، آره خطا بردار است. وقتی بین عالم و معلوم، بین شما و آن چیزی که میخواید بشناسید یک واسطه هست، آره چی بسا انسان خطا میکند، نه همیشه، بعضا. اما در علم حضوری اصلا خطا معنا ندارد. یعنی وقتی معلوم خودش با تمام وجودش در پیش شما حضور دارد، خطا معنا دارد. یعنی شما وقتی با خودتان آگاهید، یعنی این علم شما خطا کرده ایستاده است مثلا؟ نه، خودی معلوم پیش شما حضور دارد. خطا اصلا اینجا اصلا بحث خطا و صحیح و این چیزا مطرح نیست. اما وقتی بین شما و معلوم واسطه هست، در اینجاست که چی؟ خطا احتمال دارد صورت بگیرد. این که مثلا وقتی ما نگاه میکنیم به خورشید و صورت از خورشید در ذهن ما نقش میبندد، خب آن چی اینقدر در نظر ما نموده است، همون صورت است که در ذهن ما نقش بسته است، اون مفهوم. اما خود خورشید نه، واقعیت خورشید خیلی بزرگ است. جناب گرگیاس، اگر ای سوفسطائی، اگر تو این تقسیم بندی رو میدونستی، نمی آمدی خلط کنی. وقتی ما نگاه میکنیم به خارج، بین ما و خارج واسطه است که این واسطه مثل آینه است. متوجه هستید؟ آینه است، اینا نشان میدهد بیرونه. خب اینجا احتمال خطا هست. متوجه هستید؟ اما آنجا که علم حضوری هست، ما ابداً اصلا خطا اینجا مطرح نیست. به همین خاطر هم گفتند که اگر هر وقت ما با علم حضور، آگاهی های حضوری های خود اون را معیار قرار دهیم، ما به صورتی قطعی گفته میتونیم که ما اشتباه نکردیم. چون علم حضوری خطا بردار نیست. علم حصولی چرا؟ گاهی خطا میکنه، اما علم حضوری نه. در این جلسه آنچه مهم است دوستان بدانند، همین تقسیم علم است، آگاهی است، به حضوری و حصولی. تکرار میکنم باری شاید چهارم. علم حضوری آن است که بین عالم و معلوم چی؟ واسطه ای نیست. اما علم حصولی آن است که بین عالم و معلوم واسطه هست، که از طریق همون واسطه است که ما به خارج از خودمون آگاه میشویم، آگاهی پیدا میکنیم. توجه هستی؟ یک بحث دیگر است که شایسته است من اینجا